کنیم که شوهر رو وابسته خود کنیم. بسیار وقت در من خانوما هم خیلی سوال ها میتین، میگن که اپایز رو یگون روح نشون تیه که مو همین شوهر من یا خیلی کنم که به من حتی نفس کشیدن نتونه، سخت وابسته من شود، برای من بره، همه چی را برای من کنم. برای چی در زنها همچنین احتیاجات پیدا می شود؟ یکم، این زن خودش را ارزشمند حس نمی کند. یعنی چون در درون خودش را لایق دوست داشتن، لایق مناسبت های خوب که حس نمی کند، همین خیلی احتیاجات پیدا می شود که یک نفر دیگر از کنار هر روز برای او اثبات کند که او ارزشمند است. دوم، همچنین زنها احساس امنیت ندارند. یعنی می ترسند که شوهرها اونا رو گذاشته می روند. از همین حساب و یا می خواهند که همه شوهرها سخت وابسته همینا شوند که یعنی که گارانتیش قطعی اینا رو پرتافته نروند. سیوم، این گونه زنها وابستگی احساساتن، یعنی که در مناسبت های قرار دارن که سخت وابستن که هر روز این شوهر به اینها نشان دهد که بله من امروز هم مثل دیروزه تو رو نغز میبینم، من تو رو نمیپرتویم، تو برای من بهترینی، برای من زندگی به تو وابشه مشکل است. از همین حساب این زنها همین گونه گویم که بجای اون که روی مناسبت هایشان کار کنند، روی حالت روانیشان کار کنند، یگانه مقصد اینها می شود که راه پیدا کنند که شوهرها وابسته اینها باشند. و بیشتری مشتریان فالبین و جادوگرها همچنین زنهایند، چون که این جادوگرها گویم که وعده میتین که من یخی میکنم که وای سگ برین از پشتت میدوه. از همین حساب زنها که زود باورن، هم خیلی نفرهایی بگیم که مشینی که باور میکنن و خیلی پولهای زیاد رصد میکنن که شوهر رو وابسته خود کنن. ولی این گونه زندگی خوشبختانه نیست. همچنین مردها از این خیلی زنها بیشتری وقت میگریزن با مرور زمان، به خاطر اون که آنها اون چیزهایی که گویم اون مرد نیاز دارد به حرمت احترام در این عائله پیدا کردن نمیتونه. چون که این زن همیشه در فکر وابسته کردن این مرد است، نه در فکر مناسبت خوب و سالم ساختن. شما چی فکر دارید در این موضوع؟ در زیر این ویدیو بنویسید، لایک و سابسکرایب فراموش نکنید.